PFL yoki OFA o'ziga oladigan joyiga-da O'zbekiston 24 kanal deganingizga. Muharrir va korgardoni shabakai televizioniy Varzish که شبکه تلویزیونی ازبکستان 24 برای انعکاس حادثه آبخیزی در ولایت سردریا را تنقید کرده بودند از وظیفه‌هایشان سبکدوش کرده شدند. در این باره آژانس اطلاعاتی فرغانه با استناد به منبع خود خبر می‌دهد. جمال‌الدین باباجانوف و بابور اکمالوف هنگام پخش برنامه فوتبال پلوس در رادیو آریت دانا شبکه ازبکستان 24 برای زینت دادن وضع کنونی در آبانبار سردابه تنقید کردند. با گفته باباجانوف کارگردان شبکه تلویزیونی ورزش پس از تماشای لوحه شکستن سربند فکر کرده است که سردابی ها از آبخیزی خوشحالند. محرر شبکه ورزش اکمالوف با او راضی شد. شهروندان خوشبخت را که توسط شبکه تلویزیونی نشان داده شده است با شهروندان کره شمالی مقایسه کرد. odam bilan suhbat bo'lgan ekan, bizning prezident oldiga mop chiqishmadi debdi-ku. O'qidingizmi? Televizorda chiqqanlar hammasi uyiga suv yetib bormay, umuman boshqa tomonda yashaydigan odamlar. Ko'rdingizmi, televizorda hamma xursandchilik bilan ana prezident kutib oldi-yu, haqiqatda ularni ko'rsangiz, bular bir Shimoliy Koreya fuqarolar deb o'ylaysiz-da. Uyini suv bosgan odam unaqa baxtli ko'rinmaydi-da yuzi. Gul tabassum yuzlarda hammasi semirib yotgan, hozir osh yeb chiqqan yuzlari qip-qizil tirsillab turgan. در پاسخ سرور شرکت رادیویی و تلویزیونی ملی علیشیر خواجه‌اف روزنامه‌نگارانی در بالا ذکر شده را در ویران کردن آداب کورپوراتیوی و اینچنین تنقیدی نامناسب در فعالیت گروهی کلان که آنها از دیگر پلتفرم‌های وسایل اخبار عامه در وقت وزنینی برای کشور کار می‌کنند عیبدار کرد. بعدتر تمام موادها از جای اولین نشر شده دور کرده شده است. یادداشت می‌کنیم که 1 می سال جاری در نتیجه ریزش سربند در آبانبار سردابه چندین نقطه‌های اهالی‌نشینی ولایت سردریا را آبزیر کرد. در نتیجه آبخیزی راه‌ها و پل‌ها، خانه‌های استقامتی و اینفراستراکچورها در زیر آب ماندند.